امکان ترخیص و عرضه هیچ کدام از مدل‌های کیا به دلیل ایراداتی که سازمان استاندارد گرفته وجود ندارد. با وجود اینکه 250 دستگاه برند کیا وارد کشور شده و 1200 دستگاه دیگه هم خریداری شده و آماده ارسال هست. یا امکان ترخیص خودروهای سواری شرکت میتسوبیشی هنوز فراهم نشده. شرکت هایی که واردات نیسان، سوزوکی یا داچیا رو داشتن امکان ترخیص خودرو رو ندارن. مثلا شرکت کیا که خودروهاش در اروپا و آمریکا داره فروش میره چه استانداردی رو رعایت نکردن که یا مطابق با استانداردهای ما نیست؟ کیا و میتسوبیشی که بینم ماشین ایران ماشینی استاندارده که هر تصادف حداقل 2 گله کشته به که جاقر بسینن، کفن فروش، حلوا فروش، خرما فروش، صافکار، اسقاطی و کلیه بستگان تشریف وارن، هزینه بکن، پول خرج بکن. اگر تو ماشین خارجی خودت سن تصادف دبین کرد وجد صحیح سالم هاتین در هر وریش مردم خنین ودت گلگیر میاجن خاپیویا خویا درد نماری. ماشین باید آن استاندارد بود تا ناموس جمع بود.